خب دوستای عزیزم، میخوام بریم سر بخش بعدی. فقط بازم مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که نظرتون رو به هم بگین تو مسیری حرکت کنم که بیشتر مورد علاقتونه. خب بریم ببینیم بعد از دادگاه چی شد. روزهای بعد روزهای پرهیاهویی بودن. حال هوای مامان به قدری متغیر بود که حتی بابا هم متوجه شده بود و همیشه نگران بود. یه حال خوشحال و سرزنده بود و با شادی از حکم و رأی دادگاه برای خاله‌ام تعریف می‌کرد. لحظه بعدم ناامیدانه با صدای بلند دست به آسمون بالا می‌برد و زار می‌زد و اردوان از خدا می‌خواست. بعد از ظهر دوم یا سوم بعد از صدور حکم دادگاه بود. تو اتاقم نشسته بودم. جدول نیازمندی‌های روزنامه رو مقابلم پهن کرده بودم. موبایلم طبق معمول روی ویبرو زیر بالشم بود. خودکار قرمز رو بین دندونام گرفتم. گوشی تلفن رو برداشتم تا با موردی که پیدا کرده بودم و دورش خط کشیده بودم تماس بگیرم. قبل از اون که تماس رو وصل کنم گوشی توی دستم زنگ خورد. شماره رو صفحه آشنا بود. اخ می‌کردم. فوراً شماره آقای صالحی رو شناختم. از 2-3 روز پیش که حکم دادگاه صادر شده بود خبری از آقای صالحی نداشتیم. تلفن جواب دادم. گفتم بله. صداش مثل همیشه پر انرژی بود. سلام خانم ملکان، انوشه خانم. سلام آقای صالحی. غرض از مزاحمت با خودتون کار داشتم. با تعجب ابرامو بالا انداختم و گفتم بفرمایید. حال ستاره خوبه؟ خبری دارین؟ بله، امروز با خانم تهرانی صحبت کردم. فائزه خانم منظورمه. جوری حال ستاره شدم. گویا دوباره یه عمل کوچیک داشته که رفته اتاق عمل. رگ و اعصابی که از دست درست پیوند نخورده بود احتیاج به عمل داشته دوباره. حرفشو قطع کردم. یه چیزی مثل گلوله از گلوم بالا می اومد تا خفم کنه. تندی گفتم بس دیگه نگو. به من دیگه نگو. باشه. البته برای موضوع دیگه با شما تماس گرفتم. کار دیگه ای داشتم. بفرمایید. خانم تهرانی شماره رو به من دادن تا بدم خدمت شما. گفتن تاکید کنم که قصد مزاحمت و اصرار و التماس ندارن. فقط کمی صحبت کنن و حرف بزنید که بیشتر جنبه درد دل داره. پوف بلندی کردم و گفتم نمیدونم چرا تو این قضیه من بدبخت شدم سنگ صبور همه. از خانواده قاتل بگیر تا ولی دم مقتول. خسته شدم به خدا. نمیدونم، شاید دلشون خوشه که بتونن تغییری تو این وضعیت بدن. با اینکه گفتن قصد اصرار و التماس ندارن ولی قطعا منظورشون کمک شما و جلب نظر خانواده‌تون برای انصراف از قصاصه. نه چیز دیگه. والا خانم تهرانی چه درد دلی میتونه با شما داشته باشه به غیر از این؟ به هر حال میره خودتونه. میتونم شماره رو بدم خدمتتون؟ با بیمیلی شماره رو گوشه روزنامه یادداشت کردم. تلفن رو قطع کردم. دیگه تمرکز نداشتم. میدونستم با فائزه تماس میگیرم. به یاد حرفا و درد دلای ستاره افتادم. همیشه از فائزه متنفر بود. همیشه از اون به عنوان یه مزاحم و یه زن بدون مهر و محبت و مایه آزار روحی خودش یاد میکرد. از جام بلند شدم و سرک تو اتاق نشیمن کشیدم. مامان جلوی تلویزیون چرت میزد. یواش در اتاق بستم و شماره روزنامه رو گرفتم. فائزه با اولین زنگ جواب داد. گفتم سلام، من ملکان هستم. سلام انوشه خانم. خوشحالم کردید که تماس گرفتین. راستش فکر نمی‌کردم زنگ بزنید. حال مادرتون چطوره؟ بهترن؟ پای بلندی کشیدم و با لحن کنایه‌آمیزی گفتم بله، خیلی به مرحمت شما. سکوتی برقرار شد. بعد اونم آهی کشید و گفت دل هممونو خون کردین دختره.
نمیدونی انوشه خانم چجوری چارچشمی مواظبش بودم. نمیدونی تمام رفت آمداش، تلفناش، دوستاش، همه چیز زیر نظرم بود. به خدا عمونمو بریده بود. تو سن بلوغ بود، لجباز و گستاخ و بیادب شده بود. هر جا بگی تو خونه و خیابون، جمع خانوادگی، همه جا منو سنگ رو یخ میکرد و جوابمو میداد و دلمو میشکست. ولی به خدا ذره از محبت من به این دختر کم نشد. نمیدونم چرا. شاید بلد نبودم محبتمو نشون بدم. محبت من این بود که مثل چشمم مواظبش باشم تا لک نشه، آلوده نشه، تمیز بمونه، پاک باشه. دوستش داشتم. شایدم زیادی بهش فشار وارد کردم. نمیدونم، هر کاری میتونستم کردم. آخه من اونو از وقتی 3 سالش بود دیده بودم. خودم بزرگش کردم. خودم شبای امتحانش باهاش درس خوندم. خودم شبای مریضیش بالای سرش بیدار نشستم. همیشه فکر کردم 2 تا دختر دارم، ولی دختر بزرگم دوستم نداره. اما من که دوستش داشتم. هر کاری هم بکنه، از منم متنفر باشه، من مواظبشم. دوستش دارم. شاید عصبانیتون بکنم، ولی به خدا ستاره فرشته بود. خانوم، ساکت، حتی از فرناز بی سر و زبونتر و چشم و گوش بسته تر بود. همیشه فکر میکردم این دختر امانته. سایه مادرش بالای سرش نیست. من وظیفه‌م اونو پاک و سالم بزرگ کنم. اونقدر بهش اطمینان داشتم، اونقدر دوستش داشتم که برای پسر برادر خودم شیرینی خوردیم و نشونش کردیم. به برادرم گفتم دارین یه فرشته میبرین تو خونتون. ستاره پاکه، ستاره خانومه. ولی اون همیشه فکر میکرد من دشمنشم. مخصوصا فکر میکرد میخوام آزارش بدم، اذیتش کنم. نمیدونست که من 2 صبا اونورتر رو میبینم. به قول معروف تو مو میبینی و من پیچش مو. نمیذاشتم با اون دختره، اسمش چی بود؟ نگار، با اون بچرخه. به خدا معلوم نبود خانواده‌اش کجان. اصلا دخترشون رو ول کرده بودن به امان خدا. نقطه مقابل ستاره. اصلا نمیدونم این 2 تا چرا با هم دوست شده بودن، چه وجه مشترکی داشتن. از هر طرف دومشون میچیدم، از این طرف دیگه پیداش میشد. از هر در بیرونش میکردم، از پنجره برمیگشت. اصلا انگار قصد کرده بود تا دختره رو بدبخت نکرده آروم نشینه. سکوت کوتاه حکم فرما شد. بعد صدای فین و گریه آرومش به گوشم میرسید. میتونستم قضاوتش کنم. میخواست حرف درست رو بزنه، ولی احتمالاً به بدترین روش ممکن اقدام کرده بود. بعد دوباره شروع کرد. نمیدونم، به خدا انوشه خانم، گاهی فکر میکنم اشتباه کردم. شاید سختگیری بیش از حد من باعث شد ستاره بره دنبال این دوستیا. این اتفاقات برای هممون بیفته. به جای اینکه دائم براش خط و نشون بکشم و بترسونمش، باید باش دوست میشدم. باید اجازه میدادم نگار رو بیاره تو خونه خودمون. اینکه مجبور نشه خودش یواشکی باشه بره خونه اون، 1000 جور بلا سرش بیاد. شاید اگه باهاش دوست بودم، حتی در مورد اردوان اون وقت با من حرف میزد، من راه و چاه نشونش میدادم. چی میدونم، 1000 تا اما و ای کاش دوست دارم بود. دلم آشوبه. اصلا تاب و توان این که برم ببینمش ندارم. اون روز دادگاهم اونقدر استراب داشتم که دیگه مجبور شدم پاشم بیام. ولی همیشه کاش نیومده بودم. کاش قلم پام میشکست. کاش نمی اومدم و ستاره‌مو اونجوری نمیدیدم. ستاره کوچیک من به چه روزی افتاده. فایزه به حقیق افتاد. فایزه‌ای که داشت با من صحبت میکرد با اون شخصیتی که از لابلای تعریف‌های ستاره شناخته بودم، زمین تا آسمون فرق داشت. درست میگفت، با هم دوست نشده بودن و این همه سوء تفاهم مونده بود. حرف دلشون رو به هم نزده بودن. با صدای گریونش ادامه داد. انوشه خانم، زنگ نزدم برای بچه‌م طلب بخشش کنم. به خدا سپردمش. از دل مادرت خبر دارم، روم سیاهه. فقط زنگ زدم یه چیزی به شما بگم. سکوت کرد. من به ناچار گفتم بله بفرمایید. زنگ زدم بگم من تمام این ماها و شبها روز و شب فکر کردم. به خودم، به ستاره، به این بلایی که سرمون اومد، به اتفاقایی که افتاد. ستاره رو مقصر اصلی میدونم. کاملا حق با شماست که ازش متنفر باشید، ولی من یه چیز دیگر رو هم فهمیدم. باز ساکت شد. انگار شهامتش رو برای گفتن یه چیزی جمع میکرد و سعی کرد دوباره صحبت کنه. صداش صاف و محکم بود. ادامه داد
ولی سهم من چی؟ منم مقصرم. چرا راه و رسم تربیت دختر جوونم رو بلد نبودم؟ تو این راه هلش دادم. سهم مادرش هم مقصره. نتونست تو دوره بحرانی مشاور درستی برای دخترش باشه. پدرش هم مقصره. رابطه صحیح پدر دختری رو باش برقرار نکرد. شما هم مقصرین. شما هم در گناه ستاره سهم دارین. چون دیدین یه دختر دبیرستانی با روپوش مدرسه میاد تو خونتون جلوشو نگرفتین. مادرت مقصره. چون فکر نکردین دخترم این دختر خودمه. چرا بذارم بره تو اتاق پسرم؟ اردوانم مقصره. چون فقط به هوا و هوس دلش گوش داد. ستاره هم مقصره، هم قربانی نادونی همه ما و خودش. همین. حالا اگه دوست داری گوشی رو من قطع کن. اگه هم نه، خیلی از این که وقتتو به من دادی ممنونم. یه عمر شرمنده‌تونم. فائزه ساکت شد. گوشی تو دستم میلرزید. گفتم درست میگی. همه ما مقصریم. همه ما کوتاهی کردیم. ولی آخرش چی؟ اردوان برمیگرده. مامان من میتونه دوباره بخنده. فائزه خانم، این اتفاق برای خیلی از دخترها میفته. آیا همشون باید بزنن طرفشون رو بکشن؟ خداحافظ فائزه خانم. وقتی تلفن رو قطع کردم نفس بلندی کشیدم و همونجا رو روزنامه‌هایی که پخش کرده بودم دراز کشیدم. رفتم تو فکر. تا چقدر حرفای فائزه درست بود. در هر حال از این مطمئن بودم که خودشم به هیچ وجه نتونسته بود این همه علاقه و محبتش رو به ستاره نشون بده. همیشه با رفتارش خلاف اونو نشون داده بود و ستاره رو از خودش دور کرده بود. ستاره تو خونه خودشون عشق و محبت ندیده بود. برای همین با اولین محبت اینجور واله و شیدا شد و عقلش از دست داد. در مورد خودم هم قبول داشتم که همیشه با دیدن ستاره کوچیک و ساده که با مانتوی مدرسه میومد خونه ما و میرفت اتاق اردوان احساس بدی داشتم. اما واقعا چی کاری از دست من برمیومد؟ میتونستم جلوی اردوان رو بگیرم بگم حق نداری این دختر بیاری خونه؟ امکان نداشت. اردوان برای من ترحم خود نمیکرد. اصلا برفرض مامانم هم با خودم همراه میکردم و جلوشو میگرفتیم. ساعتای زیادی ما تو خونه نبودیم. اردوان میتونست ستاره یا هر دختر دیگه رو بدون اطلاع ما بیاره خونه یا اصلا برن جای دیگه و ما اصلا متوجه نشیم. آه بلندی کشیدم و فکر کردم با اینها شاید میتونستم. شاید اگه جلوی روابط خیلی نزدیک اونا رو میگرفتیم کار به اینجا نمیکشید. صدای خشخش سنگین پاهای مامانو شنیدم که به اتاق خواب من نزدیک میشد. تو جام غلط زدم و رو به در منتظرش شدم. در رو باز کرد و اومد تو. لباس خونه شلوول و گشادش به تن نحیفش زار میزد. موهاش تا بالای گوشاش سفید شده بود. اونا رو ریخته بود رو شونه هاش. صورتش لاغر و شکسته تر از همیشه بود و چشماش خوابالود. با اخم نگام کرد و گفت با کی حرف میزدی؟ هیچ کس بابا. یکی از همین وکیلا بود که هر روز زنگ میزنن. زیر لبی گفت ذلمون کردن. همونجا کنار در رو صندلی کامپیوتر من نشست. نگاش گنگ و خالی بود. رو به دیوار گفت فکر میکنی بازم اعتراض بدم؟ کی؟ وکیل ستاره؟ نه دیگه. یه بار اعتراض داده دیگه فرقی نداره. انگار که اطمینان پیدا کرده بود سرش رو تکون داد. برگشت تو چشمای من نگاه کرد و گفت فرقی نداره نه؟ نه آقای صالحی که بهتون گفت جرم معلومه، مجرمم معلوم، همه چیز محرزه. مجرم اعتراف کرده، همه چیز معلومه دیگه. نمیدونم چرا حالم بده. دلمو به دریا زدم و گفتم شاید چون خودتو یه جورایی مقصر میدونی. دلمو به دریا زدم و گفتم شاید چون خودتو یه جورایی مقصر میدونی. مامان انگار تلنگر محکمی خورده باشه از جاش پرید و به من نگاه کرد. با یه حالت تهاجمی گفت من مقصرم؟ پشیمون شده بودم ولی راه برگشتی نبود. نگامو از مامان دزدیدم و گفتم خب شاید نباید میذاشتیم اردوان دختره رو بیاره هر روز اینجا ببره تو اتاقش. به هر حال تو خودت هم دختر داری. خفه شو انوشه. تو اونو با خودت مقایسه میکنی و هر جایی رو؟ پسر من نبود یکی دیگه.
اینجور دخترها خانواده ندارن که حیا آبرو سرشون نمیشه. یه وجب بچه بود ننش ولش کرده بوده رفته بوده دنبال کیف و زندگی خودش. معلوم نیست دختره چجوری بزرگ شده زیر دست زن بابا با هزار جور عقده. ول خونه این و اون، تو سری خوره این و اون، آخرش هم آتیشش دامن ما رو گرفت. حالا تو میگی من مقصرم؟ اینم شانس منه. دختر خودم هم حال روزمو نمیفهمه. دیگه از غریبه چه توقعی دارم؟ الهی راضیم به رضای تو. طاقت اینو نداشتم که یه بار دیگه دل مامانو بشکنم. فوراً سر جام نشستم و گفتم نه مامان ناراحت نشو، فقط داشتم با خودم فکر میکردم اگه یکم ما هم به پسر خودمون سخت میگرفتیم شاید کار به اینجا نمیرسید. مامان دستشو تو هوا تکون داده در حالی که پشتشو به من میکرد از اتاق بیرون بره گفت اما اگر که نشد کار، اردوان من پرپر شد رفت. دست از سرم بردار دیگه. حیف از جوونی پسرم شد. من کجا هستم تو کجا سیر میکنی؟ تا بی نهایت حق داشت. بعد از مدت‌ها جستجو کار نیمه وقت توی شرکتی پیدا کردم. هر روز صبح از ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر میرفتم اونجا، مسئول امور داخلی بودم. اینجوری حالم خیلی بهتر بود. سرم گرم بود، کمتر به اتفاقات ناجور دور و برم فکر میکردم. بعد از ظهر هم تو باشگاه وقت می‌گذروندم. انقدر خسته و کوفته برمیگشتم خونه که فرصت نداشتم فکر کنم. به محض اینکه میرفتم تو رخت خواب غش میکردم، بیهوش میشدم. اون روز وقتی که ساعت 2 بعد از ظهر از خونه برگشتم، مامان هیجان زده جلوی در منتظرم بود. قبل از اینکه پامو بذارم داخل خونه، دمپاییامو جلو پام انداخت و گفت بیا تو دیگه. دلا شده بودم تا بند کفشامو باز کنم. سرمو بالا آوردم، با تعجب نگاش کردم و گفتم چی شده؟ یه کیف پیدا کردم. وا کجا؟ تو خیابون؟ مامان کلافه بازومو چسبید و منو با فشار به سمت اتاق اردوان هل داد. چی میگی؟ خیابون کجاست؟ تو اتاق بچه‌م، تو اتاق اردوان. خب چه کیفی؟ مگه چیه؟ مامان درست حرف بزن ببینم چی میگی؟ چرا منو هل میدی؟ رفتم تو اتاق اردوان. کیف سامسونت سیاه رنگ رو تخت اردوان افتاده بود. اینجاست. اینهاش. قایمش کرده بود زیر تخت. نمیدونم توش چیه. چرا قایمش کرده؟ دلم داره میجوشه. میگم نکنه یه چیزی از اون ستاره توش بوده. مدرکی چیزی که دختره دیوونه زده کشتتش. با رمز و قفل کیف درگیر بودم. یه نگاه به مامان انداختم و گفتم خانم مارپل نگاه میکردی؟ چه مدرکی مادر من؟ لابد 4 تا عکس و مجله تو کیفش هست، از این چیزا که همه پسرا دارن. مامان صورتشو با نفرت جمع کرد و گفت حالمو به هم زدی؟ نه خیر، عکس و فیلمو که زیر تخت و کمد قایم نمیکنن. چه ساده ای تو. من خودم مادرش بودم. خیال تخت اردوان از اینجور چیزا نداشت. خودم بارها اتاقشو گشته بودم. نتونستم جلوی خندمو بگیرم. گفتم مامان اتاقشو میگشتی؟ مامان با گوشه دامن قطره اشکی که از چشمش بیرون اومده بود و پاک کرده گفت به خیال خودم کنترلش میکردم. غافل از اینکه اسرائیل از یه در دیگه وارد میشه. دوباره مشغول قفل و رمز شدم و گفتم راستشو بگو اتاق منم میگردی؟ برای اولین بار تو این روزا مامان خندش گرفت. نگاشو از من دزدید و گفت انگار رمزش پیدا شد، ببین تق صدا داد. نه خیرم، هیچ صدایی نداد. مامان خانم بحث عوض نکن. اتاق منو میگردی؟ واه حالا مگه تو چی داری؟ 4 تا عکس از اون انترخانه، یه تیشرت بوگندو. خدا رو شکر بوگندوهاشو یادگاری نیاوردی خونه. با حرص مشتمو کوبیدم رو کیف. گفتم مامان چرا فضولی کردی؟ حق نداشتی اتاقمو بگردی. مامان باز خندش گرفته بود. سعی کرد قیافه جدی به خودش بگیره و گفت نه جدی انوشه، تیشرت ساسان دست تو چی کار میکنه؟ نگاه بدگمانشو با اخم جواب دادم و گفتم داده بود بشورم. لبمو گزیدم و فوراً نگاهمو دزدیدم. خودمو با قفل کیف مشغول کردم. مامان لبه تخت نشست. معلوم بود که هنوز پیگیره. کمی جلو خم شد و گفت داد تو براش بشوری؟ چرا؟ با عصبانیت گفتم مامان اعصابمو خورد نکن، اصلا نمیخوام به اون متیکه فکر کنم. ببین چی کار میکنی. دستام میلرزیدم. خاطره تلخ اون روز برام زنده شد. روزی که با ساسان بیرون رفته بودیم. اوایل آشناییمون بود.
شاید تازه 1 ماه گذشته بود. ساسان جریان خواستگاری رو مطرح کرده بود. منم بی نهایت خوشحال و خوشبخت بودم. و قرار بود همون آخر ماه که دقیقاً 2 ماه از آشناییمون میگذشت، ساسان با خانواده‌اش بیان خواستگاری. مثل 2 تا مرغ عشق دائم با هم بودیم. بیرون میرفتیم، گردش میرفتیم. با یه لیوان چایی و قهوه میخوردیم. گاهی وقتا هم نهار و شام با هم بودیم. بعد از 2-3 ساعت برمیگشتم خونه. تو خونه هم دائم تو تکاپو بودم، با مامان به سر و ریخت خونه میرسیدیم تا برای مراسم خواستگاری آماده باشیم. اون روز بعد از ظهر ساسان جلوی در شرکت اومد دنبالم، محل کار سابقم. 5 شنبه بود و قرار بود با هم بریم شهر بازی. مثل دختر بچه‌های 5-6 ساله ذوق داشتم. سالها بود نرفته بودم شهر بازی. با دیدن ماشین ساسان که سمت دیگه خیابون پارک بود، ذوق زده دست تکون دادم و 2 تا پله یکی رفتم از پله‌های شرکت پایین. ساسان برام چراغ زد. سوار ماشین شدم و گفتم بزن بریم. با صدای بلند خندید و گفت مشقاتو نوشتی؟ اگه ننوشته باشی از شهر بازی خبری نیستا؟ زبون در آوردم و گفتی بعد تعطیله. شهر بازی شلوغ بود. بوی پاپکورن، بلال کباب شده، بوی شیرینی پشمک، ازدحام مردم، گرد و خاک و دود و سر و صدای دستگاه‌های بازی و جیغ و داد همه با هم قاطی پاتی شده بود. اوایل بهار بود ولی هوا هنوز سرد بود. آسمون ابری بود و گاهی نم بارونی هم میچکید. از دستگاه پرهیجان و ترسناکی پیاده شده بودیم. ناخودآگاه بازوی ساسان رو چسبیده بودم و لبریز از هیجان با انگوش یه بازی دیگر رو نشون دادم و ورجه کنان گفتم اون سوار اون بشی. ساسان نگاهی به آسمون انداخت و گفت داره بارون تون میشه، بیا بریم زیر سقف تا بند بیاد. یه دفعه بارون تون شد و نیمی از دستگاه خاموش شدن. مردم زیر طاقی‌ها پناه برده بودن. بارون هر لحظه تندتر میشد. من و ساسان هم تو ازدحام مردم زیر طاقی یکی از بازی‌ها که به علت بارون شدید خاموش شده بود وایسادیم. دستم از زیر طاقی بیرون آوردم و زیر بارون که حالا رگبار شده بود گرفتم. گفتم وای ساسان چقدر خوبه، چه هوایی. ساسان برگشت و نگام کرد و خندید. چقدر احساس خوشبختی میکردم. دستشو کشیدم و گفتم بیا بریم زیر بارون بدویم. حالا تمام محوطه شهر بازی خالی بود. مردم زیر سقف‌ها و طاقی‌ها بودن. فقط من و ساسان بودیم که زیر بارون میدویدیم. تمام لباسامون هم خیس شده بود، از نوک موهامون آب میچکید. جمعیت رفته رفته کم میشد. ما هم رفتیم سمت پارکینگ. با صدای بلند میخندیدیم. ساسان برگشت و نگام کرد و گفت خیس شدی، خوشگل شدی. خندیدیم و سوار ماشین شدیم. ساسان گفت بریم خونه ما، من لباس عوض کنم. با عصبانیت بچگانه گفتم چی بدجنس، تو لباس عوض کنی من بیچاره خیس بمونم؟ ساسانم با حالت خاصی خندید و چیزی نگفت. گاهگاهی برمیگشت و نگام میکرد. جلوی در خونه‌شون رسیدیم. از داخل ماشین دولا شده به پنجره‌ها نگاه کرد و گفت مامان خونه است، پیاده شو. با شک و تردید نگاش کردم و گفتم بیام تو؟ آره دیگه، بیا تو، مامانم ببینتت. دلم هور ریخت. گفتم نه این شکلی خیس آبم، فکر میکنه از تو جوب یه موش چاق گرفتی. ساسان سرشو بالا انداخت و گفت نه بیا، میخوام ببینتت. مامان ساسان روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بود و عینک طبی زده بود. یه روزنامه بزرگ هم روی پاهاش باز بود. با ورود ما به زحمت حتی سرشو بلند کرد. زیر لبی جواب سلاممون رو داد و دوباره تو روزنامه فرو رفت. با تعجب به ساسان نگاه کردم که چشمکی زد و گفت ولش کن، بیا بریم اتاقم و نشونت بدم. نه هنوز شوکه بودم. حتی رفتار مامان من با ستاره بهتر از برخورد اون شب مامان ساسان بود. انگار به اینجور اومدن رفتن ها عادت داشت. وارد اتاق ساسان که شدیم با اخم گفتم هر شب با یه دختر میای خونه که مامانت اینجور عادیه براش؟ ساسان با حالت نمایشی چشاشو گرد کرد و گفت باید از جاش میپرید، جیغ میزد، میگفت سلام عروس گلم. خب چیکار کنه، نمیشناستت، باید بریم بهش معرفیت کنم. بعد دست منو کشید و دوباره به اتاق نشیمن نیمه تاریک خونه رفتیم. موهای بور و وز زده مادر ساسان زیر نور آباژور پف زده به نظر می رسید.
ساسان منو به جلو هل داد و گفت انوشه این مامان منه. مامان این انوش است. همون که برات گفتم. مادر ساسان به سنگینی سرشو بالا آورد. عینک مطالعه رو کمی پایین آورد و زورکی لبخندی به من زد و گفت بله خوبی شما؟ ساسان تمام راه رو خیس شد که. تیشرت خیسم رو با یکی از تیشرت‌های ساسان عوض کرده بودم و برگشتم خونه. با یادآوری اون خاطره لبمو گزیدم. نیم نگاهی انداختم به مامان و گفتم مامان میدونی اردوان اولین مرد زندگی ستاره بود؟ مامان صورتشو با نفرت جمع کرد و گفت پدرک حالا باید چی بگم؟ نگاهمو دزدیدم و گفتم منظورم اینه که اولین مرد زندگیش بوده. یعنی اردوان بهش قول ازدواج داده بود و رابطهشون خیلی جلو رفته بود. خیلی. مامان بهت زده نگام کرد و گفت پس چرا به ما چیزی نگفت؟ گفتم چون احتمالاً منصرف شده بود. دلشو زده بوده. یا متوجه شده بوده که خیلی زوده. وقتی کار از کار بگذره همینه دیگه. خریت هر دوشون بوده. هم دختره هم اردوان. چه میدونم. مامان چشاشو ریز کرد و گفت حالا تو اینا رو از کجا میدونی؟ هیچی بابا. یه بار وکیلش حرف میزد. همون که زنگ میزنه تا رضایت بگیره. مامان با لجبازی شونه‌شو بالا انداخت و گفت دروغ میگم. از کجا باور کنم؟ از کجا بدونم دختره همونجور که میومد تو خونه ما تو خونه 10 نفر دیگه هم نمیرفت؟ مامان نگو. گناه مردمو نشور. تو که اینجوری نبودی. مامان دوباره شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت هرچی هم بوده یا نبوده خودش خواسته. به زور که نبوده. برده شورشو ببرن. ما رو به چه روزی انداخت؟ باز نشد قفلش؟ نه به این راحتی ها نیست. باید شروع کنم مرتب تمام اعدادو بزنم تا پیداش کنم. خب بزن دیگه. مگه کار دیگه ای داری؟ بالاخره تق در کیف اومد و کیف باز شد. تو کیف یه کیسه بود که محتوای شیشه مانندی داشت که به دقت گره زده شده بود. کیسه رو گذاشتم توی کیف و از اتاق رفتم بیرون. دلم گرفته بود. یعنی از برادرم اینقدر دور افتاده بودم. یعنی اینقدر برادرم از ما دور بود. چی تو زندگیش کم داشت که سراغ این کثافت ها رفته بود؟ اصلا آیا خودش مصرف میکرد؟ یا ستاره برادر من آلوده کرده بود؟ به مامان گفتم این شیشه است مامان. یا اردوان یا ستاره با هم شیشه میکشیدن. نمیدونم مال کدومشونه. مامان هم پشت سر من از اتاق اومد بیرون و ناله کنان گفت 100 سال سیاه. اگه کسی میگفت نمیتونستم باور کنم. اردوان من اهل این چیزا بوده. من هنوز میگم اینا مال اون دختره هرزه است. کیسه رو تو دستش داشت. ادامه داد بیا انوشه بیا اینا رو ببر بنداز تو سطح آشغال سر کوچه. نه سر کوچه خودمون ننداز. چند تا کوچه اونورتر بنداز. ببرشون از خونه بیرون. روزای بعدمون تمامی نداشت. با پیدا کردن کیف اردوان بدترم شده بود. حس می‌کردم تو لجنزاری فرو رفتم که رهایی از اون امکان پذیر نیست. فقط داریم پشت سر هم بد میاریم. نمیتونستم باور کنم اردوان هیکل ورزشی داشت. خیلی بعید بود که از این مصرف کرده باشه. با این حال نمیشد حکم قطعی داد. ولی حکم قصاص قطعی شده بود. فقط باید از طرف دیوان عالی تایید میشد. آقای صالحی برای جلسه مامان بابا رو به دفترش دعوت کرد. منم همراهشون رفتم. منشی آقای صالحی لیوانای چای رو میز مقابلمون گذاشت و با لبخندی از اتاق رفت بیرون. آقای صالحی طبق معمول خودکاری رو بین انگشتای دو دستش گرفته بود و میچرخوند. اخم داشت. مستقیم تو صورت مامان بابا نگاه نمیکرد. تک سرفه کرد و گفت حکم قصاص صادر شده. آقای ملکان وظیفه دارم شرایطو برای شما توضیح بدم. تو این شرایط شما 2 تا راه دارید. یه راه اینه که با دریافت دیه گذاشتن هر شرط عاقلانه دیگه یا از قصاص منصرف بشید یا اینکه با پرداخت دیه خانم تهرانی حکم رو اجرا کنید. البته من هم تو اون جلسه اول طبق تجربیات شخصی خودم جسارتا نظرم و خدمتتون اعلام کردم.
بابا آهی کشید و به مامان نگاه کرد که سرشو زیر انداخته بود. مامان بدون اون که سرشو بلند کنه با بغض گفت یه پسر جوونمو بگیرم و برم سراغ زندگی ماره. بعد اشکاش سرازیر شد. صورت بابا هم از فشار ناراحتی قرمز شده بود. آقای صالحی تک سرفه کرد و گفت پس باید دیه کامل یه زن رو بپردازیم و منتظر بمونیم تا حکم از دیوان عالی برسه. بقیه صحبت‌های اون روز مربوط به تصفیه حساب آقای صالحی با بابا مامان و امور اداری بود که خیلی هم طول نکشید. وقتی پشت سر مامان بابا از اتاق آقای صالحی بیرون می‌اومدم ناخودآگاه برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم. آقای صالحی همونطور که رو صندلیش نشسته بود شونه‌هاش فرو افتاده بود، انگار بغض کرده بود. یه لحظه سرش آورد بالا و با دیدن من یه لبخند محزونی زد. سرش رو تکون داد.